7 اشتباه طراحی راهرو که باید از اون دوری کنی و ترندهای جایگزینش هم بهت نشون میدم. به جای استفاده از کاغذ دیواری رنگ طرحدار، از رنگ لاتکس که هم ماندگاری بهتری داره هم مرغوم صرفه تر هستش استفاده کنید و هیچ وقت از سقفایی که نور مخفی دارن و باعث جمع شدن حشرات و گرد و غبار میشن استفاده نکنید. به جاش از سقف‌های مسطح بزرگی استفاده کنید که گرد و غبار رو پنهان نمیکنه. در مورد دیوارهای راهرو هم نباید با نقاشی ساده و یک نواخت دکورش کنید. به جاش از پنل‌های چوبی و شلف استفاده می‌کنیم و با چراغ‌های روشنایی و وسایل دکوراتیو تزیینش می‌کنیم. ارتفاع درها نباید فقط 2 متر باشه. به جاش ارتفاع درها رو تا سقف بالا می‌بریم که ظاهر خیلی زیباتری داره. در مورد کف راهرو هم نباید از طرح‌های قدیمی و شلوغ استفاده کنیم. به جای اون از سرامیک با ابعاد بزرگ که کل کفو بپوشونه انتخاب می‌کنیم و برای داشتن ظاهر یک پارچه تا پایین درها ادامهش میدیم و به هیچ عنوان از سرامیک قرنیز قدیمی استفاده نکنید و به جای اون قرنیز فلزی با رنگ براق که مقاوم در برابر گرد و خاکه استفاده کنید. و